دوستای قدرتو سلام. و برنامه دوم ضرب المثل های آزرگی از تلویزیونی طنزی چارخان خوش آمدیم. امشب بسم دودن میمود رو که میمونون از ما هر یک جانو و خانو یک دی برنامه تشریف آورده. ما از هر کدامی از اینا ضرب المثل های آزرگی سوال نم و ایشان هر کدامش به نوبت خو معنای ضرب المثل را موگه و یکی در کجا مورد استفاده شد بخش از شما موگه. خوش آمدین میمونون قدرتو در برنامه ضرب المثل های آزرگی از تلویزیونی طنزی چارخان. خوش باشین. آماده هستین دوستای عزیز؟ بله. سوال اول را دوستای عزیز شروع نیم از آقای جانو. آقای جانو، یک ضرب المثل آزرگی داریم که میگه میمونی ناوقت از کیسه از خود مخوره. چیز ما میگه؟ این ضرب المثل که گفتی خیلی یک ضرب المثل مشهوره در بین از او. بله. میمو که ناوقت می نان قد از خود خود میره، یعنی باید نان قد خود بایره. معنا جمعیه؟ بله. ولی ما فکر نمون که با شما نوشت. همیه دقیقه میشه. خب سوال دوم را ضرب المثل دوم را پرسانیم از آقای خانو. آقای خانو، یک ضرب المثل آزرگی داره که میگه دیل اگر دو یک دو باشه از چی میکر او دیده میه. دیل اگر دو یک دو باشه از چی میکر او دیده میه. چیز معنا میده و در کجا استفاده میشه؟ این کاربرد زیاد داره، معنایش اینمیه که امی خود امزی او دیده کسه تروشه دان آدم که من خیلی تروش میشه، یعنی نیماک داره؟ آره درست. خب آقای جانو، یک ضرب المثل مشهور آزرگی که میگه خدا پای تقیده را موزه ندیه. این چی معنا میده و در کجا مورد استفاده داره؟ این سعیدی رقم است پیش از این که در بین آزرگو یک ضرب المثل باشه، این یک دعایه. مردم دعا نه خدایا پای تقدیر موزه ندیم. موزه واقعا بلدی تقدیری بده، یعنی تقدیری پای گندن روز به روز دیگه و ناعلاج میشه، زخم ناسور جور میشه از پیش. یک چقه تقدیری از پیش زخم ناسور جور میشه. خب آقای خانم، یک ضرب المثل دیگه حاضرگیه به نام از اینکه گرگ هر قدر پیر باشه زور یک میش را داره. این چیز معنا میده در کجا مورد استفاده داره؟ این مثلا خیلی آسانه جواب شی، یعنی گرگ کسه زبان چه درازه، به او خاطر میتونه خیلی زود گسپور قد کیس خو بگیره، قد زبان به او خاطر زوره دیگه. شمیه؟ درسته. خب آقای جانو، یک ضرب المثل دیگه که میگه زور کم قار بسیار. چیز معنا میده و در کجا استفاده میشه؟ زور کم قار بسیار. زور کم قاری بسیار یک مثال بسیار قدیمی. یک گو مردم خیلی گوخر زیاد استفاده میکردن. همی خر که زور نداشت قارش زیاده. یک زمان خر هرچی زور داشت میگفت باری که چویره خوب میگفت نمی خوب خر خوب زور داره دیگه. ولی همی تک مثال جور کردن میگه خر که زور نداشت با سرگو ما قار میشه، خارش زیاده. درست. خب آقای خانم، سوال بعدی شما. ضرب المثل آزرگی به نام شلته باشد ولی گنده نباشد. چیز معنا میده؟ این جواب شی هم بازم آسانه، یعنی میوه که گنده باشد مزه نداره. بله گنده باشه واقعا مزه نداره. قدر ضرب المثل شلت هستی دیگه. میوه گنده باشه مزه نداره؟ آره. مگر میوه گنده را مردم مخرج به مزه ندید. نه اون به اون دمی شلته کنه چطوری که مزه نداره مردم. مزه نداره به اون خاطر هم میتونیم. دقیقه. دقیقه. خب آقای جانو، ضرب المثل بسیار مشهور که میگه سر باشه کله زیاده. چیز معنا میده؟ سر باشه کله زیاده. سر باشه کله زیاده. ای بازم یک ضرب المثل خیلی قدیمیه. یعنی کرمیج را اگر به جورا پایگینی پایدن بوی میده.
تقریبا یک همیت مانا میده. این چی ربطی داره با این ضرب المثل؟ ضرب المثل سر که باشه کله زیاده به این معنا که اگه کرمیز رو به جورا پای کنی پایدم بوی میده. این مگه شد جواب؟ مستقیم نگفته دیگه، مستقیم نگفته و یک مثال جا بده برش. خب آقای خانم، ضرب المثل دیگه به نام شاو در میان خدا مهربان. این چیز معنا میده؟ این اصلا این ضرب المثل نیه، اشتباهه. خدا هر شاو مهربانه. خدا شاو مهربان. بله. بله خدا مهربان. آقای جانو، ضرب المثل دیگه به نام بوس که جانش خریش کرد نانی چپور مخورن. کجا مورد استفاده داره؟ بلده چپونون خیلی به عقل گفتش نهی ضرب المثل. چپو به عقل که نان خود پیش بوز میلا دیگه خود بوز چی مفهمن نان چی مخوری؟ شما واقعا همی ضرب المثل ها را مفهمین یا نه مفهمین متناقض دل خمانانین؟ نه دقیق مفهمیم مانایش را اصلا ما رشتیم ضرب المثل. دقیقه چون نان را هر کس خوش داره، حتی حیوانات هم خوش داره. خوش داره مخرن نان داره. بوز مخره. خب آقای خانم، مگه از یک چپاک 100 روی اوگار، از یک چپاک 100 روی اوگار. این چیز معنا میده؟ در کجا استفاده میشه؟ با این خاطر گیر گفته که آدم قلقه نمیتونه در روی یک نفر ده، با خاطر قچپاک پیز ده روی 100 نفر اوگار میشه. هم یک چپا بگین خانم امکان داره که روی 100 نفر اوگار؟ آره. خب لقید هم در روی نفر نمیرسه دیگه خب. او ورزشکارای قیش خیلی واز میشه. آره با او خاطر قچپاک بزنه معمولا در روی. بله تا جایی که ما فکر کنم شما یک معنای یک نظر به مثل رو نفهمید. کاملا نفهمید شما این ما آقای جانو، مگه زبان آدم هم قلایه هم بلایه. چیز معنا میده؟ این ضرب المثل خب یخی معناگده. تو یک نفر رو وقتی که زبان میدی، قول میدی، لوز میدی که ما بلده تو قلا جارم یعنی میشه قلا. باز فردا روز که قلا برش جور نمیتونی مایتور لد نه یعنی میشه بلا. با قولی شما تحت اللفظی مانانین، روی معنای اصلیش نمورین. نه کاملا درست. یک دانه یعنی رو در اولش اضافه نین و اونمور تحت اللفظی هر کلمهش جدا جدا معنانین. این معنایش همی دقیقا. خب آقای خانم، ضرب المثل دیگه یک شاید خیلی هم شنیده شه، خیلی زیاد. مگه پیچ گر در قیچ گر میخینده. این چیز معنا میده در کجا استفاده میشه؟ یکی بخی خودش معناگده که لازمیت نیست که ما دوباره یک معنا کنیم. همین نمک کسه، همین خنده کسه نمک زندگیه. بله بخنده نمیشه واقعا. هر وقت که دل شد خنده با او خاطر میخینده دیگه. آدم میخینده در زندگی آدم هر قدر بیشتر بخینده خوب. خدایا پناه به تو میارم. خب آقای جانو، یک ضرب المثل هم که اگر از دایی که تاثیر نگدی، یعنی لقمه که تاثیر نگدی در کاسه لیسیدو نمیشه. این چیز معنا میده؟ دایی که تاثیر نگدی در کاسه لیسیدو نمیشه یعنی اول خب باید کاسه رو بیلسی بعد از اون دایی که شبال کنی. یا پاک پروردگار، کاسه پر از نان رو چه رقم بیلسه و پر از نانه؟ خب این یک ضرب المثل دیگه ما از کجا نمیفهمم که چه رقم اول باید کاسه رو بیلسه. اونمی ضرب المثل دیگه اول باید کاسه رو بیلسه بعد از اون یک لقمه کته باشه. یا امام، هیچی جوابه که تو میدی؟ جوابش دقیقه. به خاطر از اینکه ممکنه که لب کاسه کدام قطره چقدر باشه به او خاطر که تولد بس بعد لقمه کلام دی. معنای تکمیل شدی. دوستای عزیز ما خب خیلی گیج شدم که چه رقم معنا نظر بر مثلا رای دادن اشتراک کنین و مهمان برنامه هستم. اصلا موضوع کسی ضرور مثلا این معنایی که میمونیم دیگه جای پیدا نمیتونید. دیگه در هیچ جای پیدا نمیتونی این معناهایی که میمونیم. خب آقای خانم، ضرب المثل حاضرگیر است سوال. امیدوارم یک دنیش رو خوبیت نیسته معنا کنی و مورد استفادهش رو بگیم. بیخینش. یک ضرب المثل باشیم دوستای عزیز
شنیده نشنیده شاید هم خیلی ها شنیده شه موگه خانه پر خاطو بدنامی در پای پیر خاطو. معنای اصلیش چیه و در کجا مورد استفاده قرار میگیره؟ او تو قلقیش منابده او که بخوانی از رویش قلقیش اگه یک دنه یعنی دولش اضافه کنی پس هم او ضرب المثل از رویش بگی خب منابده دیگه. این مهمه که این در کجا مورد استفاده قرار میگیره، منظورش از چی کساییه؟ منظورش در از این سکت بخش کل فامیلا بخش کل خانه های استفاده میشه. در خانه ای که خاتونه باشد ملائکه گذرنن. ملائکه گذرنن اصلا زنا مهربانه خانوما مهربانه. به مو خاطر ضرب المثل ها را به خاطر خانوما گفتن که اونا هم دلچی باد نشه. دوستای عزیز خودشون قضاوت کنید. ما میگیم ضرب المثل به نام خانه پر خاتو بدنامی در پای پیر خاتو. اینا در جواب میگه که خانه ای که خاتون باشه ملائکه گذرنه. جواب است که خود سوال است که زمین تا آسمان تفاوت داره. نمی‌فهمم که این همکارای از ما دیگه عزیز حال قضاوت رو ما میلم در این بیننده قضاوت نه باز شما وقتی که از فرهنگ ازرگی چیزی سر در نویرین مردوت کردین نه اینجا قضاوت حق قضاوت نداره. شما نمی‌فهمم که این همکارای از ما دیگه نفر یعنی پیدا اقصادی که نمی‌کنه. ما در خدمت شمسی از ما استفاده کن از وجود از ما از علمی که داره استفاده کن شما. یعنی شما واقعا در بخش ضرب المثل های هزارگی بله بدون شما شک نداشته شک داره؟ نه در این که هیچ چیزی نمی‌فهمین شک ندارم. خب دوستای عزیز این بود برنامه امشب ضرب المثل های هزارگی قسمت دوم که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد خدایا یار و نگهدارتان. ضرب المثل بعدی رو پرسانیم از آقای جانو. آقای جانو یک ضرب المثل مشهور آزادگیه که میگه خدا پایتخت در موزن ندید. دیله که دو یک دو باشن از چی میکور او دیده میه چیز مولا میده و دو کجا استفاده میشن. این کاربرد زیاد داره معنایش اینمیه که امی خود امزی او دیده کسه تروشه در دان آدم که من خیلی تروش میشه. یعنی نیماک داره؟ آره درست شما موافقین؟ درست. پیش از اینکه ضرب المثل باشه یک دعای در بین از او که خدا پای ترقدر موزه نده چون موزه واقعا بده آقای خانم یک ضرب المثل دیگه حاضرگیه به نامی از اینکه گرگ هر قدر پیر باشه زور یک میش را داره. این چیز ما نامیده در کجا مورد استفاده داره؟ این خیلی آسانه به این خاطر کسی می گرگ زبانش خیلی درازه به اون خاطر کسی خیلی زود میتونه که قدی زبان خواست پای گوسفند میره. زبان خواست پای گوسفند میره. جایی که چه سرنت کاسه لزدون هم شه یعنی اول خب باید کاسه رو بیلسی بعد از اون دایی که شبال کنی. یا پاک پروردگار پاک پروردگار یا پاک پروردگار کاسه رو اول کاسه پر از نان روش چه رقم بیلسه و پر از نانه. خب ضرب المثل دیگه شاید بدل تو لب کاسه کنچ چقدر بشه اوی ایشه تو